جناب پروفسور، سال گذشته استراتژی‌هایی رو به عنوان هدیه نوروزی برای مدیران کسب و کارها ارائه کردید. امسال چه هدیه‌ای رو برای ما در نظر گرفتید؟ خیلی متشکرم. به هر حال با توجه به 4 دهه همکاری با شرکت‌های بزرگ بین المللی و شرکت‌های داخلی، علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی امروز 3 استراتژی رو به عنوان هدیه میخوام خدمت شما بزرگان کسب و کار عرض بکنم. اولین استراتژی داشتن توکل به خداوند بزرگ به عنوان مهمترین استراتژی در کسب آرامش و غلبه بر همه مشکلات. دوم، توجه ویژه به مقوله برندینگ جهت توسعه اقتصاد کشور. و سومین استراتژی که درباره اون کتابی را هم ماه پیش به بازار عرضه کردم، استراتژی مدیریت تجربه مشتری. برندینگ یعنی خلق ثروت در کسب مشتریان وفادار و کسب مشتریان وفادار در گروه چیزی نیست جز تجربه خوشایند مشتری.